قصه دو دوست، یکی بوی و دیگری کمبغل. در یک زمان دو دوست بودند، یکی دارا و دیگری کمبغل. هر دو دانشجو بودند، دوستانی حقیقی بودند. پسر بچه بوی حتی آب رو به کمبغل پسر نمی نوشید. روزی به پسر کمبغل می گوید: دوستم، من هیچ چیز رو از تو بالا ندانستم، اما من یک دوست داشته دارم که هنوز او رو به تو نشان ندادم. اگر خواهی بیا رویم شناست کنم. آنها با هم دیگر رفته دختر رو می بینند. جوان پسری کمبغل دختر را دیدن زمان با او عاشق می شود و پنهانی از دوستش با او وامی خورد. دختر هم این پسر کمبغل رو برابر دیدنش عاشق شده بوده است. دیگر نمیتواند به دوستش شخیل فهماند که به دوست داشته او عاشق شده است. سخن در دلش ماند و به بیماری گرفتار می شود. پسر بچه بوی تمام طبیبان را می آرد، اما دوای درد پسر را یافته نمی تواند. روز می شنود در دولت دیگر دانشمندی با تجربه هست، رفته آن را می آرد. آن دانشمند می گوید سیر در دل دارد و او را آن سیر می کشد. پسر می گوید چی باید کرد؟ دانشمند می گوید با او شراب داده سیر را فهمیدن ممکن است. پسر دوست خود را با شراب مست می کند و می پرسد: دوستم، با تو چی شده است؟ کمبغل پسر سیر در دلش نهان بوده را نقل می کند. بعداً پسری بوی چنین می گوید: من هیچ چیز را از تو بالا ندانستم و این رو هم از تو دریغ نمی دارم. پسری بوی با اهل و عائله‌شون مصلحت کرده توی رو برپا می کنند. پسری بوی رو دوست کمبغلش همراهی می کرد، یعنی شاهد داماد کمبغل پسر بود. در وقتی نکاح کردن مولا از داماد می پرسد: شما راضی؟ پسری بوی می گوید: من داماد نه، دوستم داماد است. در این حالت همه حیران می مانند. خلاص دختر رو به پسری کمبغل می دهند. پدری پسری بوی می گوید: تو مرا در پیش همه شرمنده و شرمسار کردی، از بحرت گذشتم. با پسری کمبغل باشد یک کارخانه کلان در دیگر دولت کشاده می دهد و می گوید: رو تو رو هم دیگر نبینم. از میان چند سال می گذرد. پسری بوی کمبغل می شود و با جستجوی دوستش به راه می براید. باید بحر رو با کشتی گذرد، اما با این مبلغ نداشت. با رهبری کشتی سرگذشت خود را نقل می کند. کشتیبان باشد دلش سوخته او را به آن طرف بحر می گذراند. جوان پرسیده خانه دوستش را می یابد. خانه بهترین خانه در آن شهر بود. در رو می کوبد. دوستش در رو گشوده جوان رو با چنین حال می بیند و در رو برویش می پوشد. جوان از علم بسیار می گوید: من برای دوستیم به این روز رسیدم و کار این را بین. خود را کشتنی شده به لب بحر می رود. در این وقت کمپیر پیدا می شود و می پرسد: پسرم، در اینجا چیکار می کنی؟
اینجا چقدر آدمان غرق شده دیگر آنها را نیافتند. جوان به پیرزن میگوید من هم همین مقصد را دارم. پیرزن میپرسد چرا؟ جوان سرگذشتش را به پیرزن هم نقل میکند. پیرزن دل پسر را یافته به خانه اش میبرد. خانه فقیرانه بود. پیرزن میگوید به جای پسرم باشی، اینجا با من زندگی میکنی. جوان راضی میشود. چند وقت میگذرد و پیرزن او را به هیزمچینی به جنگل روانه میکند. در راه او با 3 اسب سواران وامی خورد. آنها به جوان میگویند برادر این اسب‌های ما را نگاه کن، حقت را میدهیم. جوان راضی میشود و آن اسب‌ها را از سحر تا بیگاه نگاه میکند، اما آنها بر نمیگردند. پیرزن انتظار شده به جستجوی جوان میبراید. آمده میبیند که او اسب‌ها را نگاه دارد. پسر با پیرزن واقعه را نقل میکند. آن روز هم میگذرد و از آنها خبری نیست. اسب‌ها را گرفته به خانه برمیگردند. میبینند که خورجین اسب‌ها پر از طلاست. جوان قلعه را آباد میکند که از خانه دوستش هم زیبا. پیرزن میگوید به همه چیز رسیدی، اکنون باید عائله برپا نمایی. جوان به گفته های پیرزن راضی می شود و میگوید لیکن من به تویم دوستم را دعوت میکنم. پیرزن هم راضی می شود. توی برپا می شود. همه را دعوت میکنند. دوستش هم آمده از بر بالا گذشته میشیند. داماد بلندگویک را میگیرد و سرگذشت تلخی خود را نقل میکند و میگوید همان دوستم در اینجا هست. دوستان دیگرش باشند در حیرت میافتند و میگویند کیست آن دوست شما؟ اگر جرأت داشته باشد خود آمده سخن گوید. دوستش از جای خسته به نزد بلندگویک آمده چنین میگوید من میدانستم شما چه حال دارید، برای همین سردار کشتی را فهمانیدم که به نزدت همین خیل جوان آمد گرفته بیار گفتم. وقتی که در را کوشیدم تو را با آن سر و احوال کمبغلی دیدم، فکر روزهای گذشته را کردم. خود به خود گفتم اگر تو را درآرم زنم دلش سوخته به تو عاشق نشود. برای همین در را برایت پوشیدم. آن پیرزنی که در لب بحر تو را از مرگ نجات داد و به خانه‌اش آورد مادر من است. آن 3 اسبدارهایی که از پا به تو مانده دیگر برنگشتند برادران من بودند. و آخرین این که دختری که امروز تو به زنی گرفته ایستاده‌ای خواهر من است. از شنیدن این سخنها همه افسوس خوردند و از این دوستشان بخشش پرسیده دوستی را مثل پیشتر دوام دادند.